خب سلام دوستان، اومدیم براتون یک کلیپ آموزشی دیگه ضبط کنیم، اونم باز و بست داشبورد سمن و سیم کشی ماشین متاسفانه مشکل پیدا کرده، اومدیم درست کنیم و همینطوری توفیقی شد بهتون یه آموزش هم بدیم. داشبورد سمن رو چجوری باز کنیم؟ بچه اول این پیچ جای کنسول وسط ماشین آره بازش میکنیم. دو تا پیچ داره، یکی اینور داره یکی اینور. یکی اونور. خب اینو که بخواید این لاکر رو بخواید در بیارین، اول باید اینو در بیارین، ما از قبل در آوردیم، بعد اینو از اینجا بکشش ساله میکشه عقب، کشوی طوری میاد بیرون، الکی زور نزن. حالا بچه اینو باید اینجور در مثل همین ترمز دسته باید در بیارین، یکم اندازی بغل دستاتو میکشی بالا. بچه اینا بعضیا پیچیه بعضیا کشیدنی. خب اینجا رو چرا باز کردیم؟ یه این پیچ این پیچ این پیچ این پیچ باید باز بشه. دو تا پیم تقریبا اینجا داره و اینجا یکی اینجا وقتی داره اون برم هست یکی. اینا رو هم در بیارن، شاید بعضا باز شده باشه پیچش کرده باشن، یا خاره یا پیچه، از این دوتا حالت خارج نیست. و این کنسول کلا بعد اینکه اینا رو باز کنی در میاد. بعد اینکه پیچا رو باز کردم همونطور که گفتم کنسول راحت در میاد. یکم قلقیه در آوردنش ولی در میاد، خیلی راحت، نترسین اینا نمیشکنه. اینم از ظاهر بدون کنسول. دوستان یه دونه پیچ برای این نمد، یه خار داره این پایینه، یه دونه پیچ داره اون ته دقیقاً کنار کانال هوای پایین پای ماشینه و یه دونه پیچ هم چیزه، یه دونه خار هم داره که دقیقاً با همون تیکه داشبورد بسته دیگه، که اون چیزی که تیکه داشبورد در بیاریم هم خارش جدا میشه. تا خارش من وقتی در پوشو برمی‌داریم کلی رشته سیمه و شاید نگفته باشم چرا داریم اینو باز می‌کنیم، چون یه اتصالی ریز کرد و نصف سیما آب شد که صندوق عقب باز نمیشه، شیشه پایین میره، درا قفل نمیشه، دستی باید قفل کنیم. البته شیشه عقب هم پایین نمیره، راهنما نمیزنه، فقط فلشر میزنه. و عیب دیگه هم هست ساله؟ عیب دیگه هم نتونی بذاری روش، ماشین به چیز لازم داره، ماشین به کارواش لازم داره، نمیشه بریم چون یه چسه بیرونه، شیشه پایینه و امینا. فعلا اینا رو داشته باشین تا ببینیم چی عیبی اضافه میشه. خب یه چیز بهتون بگم، الان باید فرمون رو باز کنیم و جزئیات فرمون رو. یه خوبی که داره این ایربگ دار نیست، اگه نه سرویس تر بودیم. فرمون آچار 21 و با آچار چهارچرخ باز میشه. دقیقا همین این پایین اینا همه آلنیه، با آلن باز کنید. بیچاره دوستان برای اینو باز کنید اینجا پیچ داره، حواستون باشه دیگه نشکن این چیزو. اینم از اینجاش. برای دست راهنما باید چونه کنید، سه تا پیچ داره، یکی این یکی این یکی این. اینا رو باز میکنید، دست راهنما سوکتاشو از پشت جدا میکنید، از اینجا و از اینجا، یادتون نره. این دوستان این خارا این فیشا فشاریه، اینو فشار میدی بعد میکشیش عقب، خیلی راحت. مواظب اونا باشین نشکنه که هزینه‌تون اضافه نشه. دوستان این وقتی در میاد اینطوری که شویی برداشته میشه، دو تا پیچ پایینی که باز میکنه. خب الان نوبت این پیچاست، این پیچه و این پیچ این بالا و یه پیچ هم این بالا، بعد این پیچ بالا تا صفحه کیلومتر باز بشه و بعد بریم مرحله بعد. برای اینکه دوستان اینو در بیارین سوکت پشت صفحه کیلومتر رو یه خارش فرق میکنه، اینو فشار میدی اینو میکشی عقب میاد بیرون، مثل ABS. سوکت ABS هم اینطوری فشار میدی گفتش دقیقاً میشه. فقط حواستون باشه اینا خیلی حساسه دیگه. تمام. اینو قسمت باز کردن این یاروی وسط ماشین با شوشتی رو میندازین، از این دبا فشار میدینم میکشین بیرون. اگه تو گاه خودش بندازین هیچ وقت نمیشکنه، زور الکی هم نزن. جایی که خار داره فقط بندازین، جایی که بندازین الکی زور. پایینش هم بزن، پایینش نیاز نیست بزنید، وقتی میکشی بیرون پایینش خودش در میاد دیگه. تمام. اینجا هم چند تا پیچ داره، 1 2 3 هست زیاده پیچ 4 میبینیم باز کنیم دیگه تمام. فعلا تا همین حد ببینیم بس. بچا اینا رو باید در بیارین، ساعت در آوردیم، ساعت که دو تا پیچ داره اینا هم خیلی راحت در میاد، که اینجوری میکنین در میاد. اینم همین شکله. این یکم فرق میکنه، این فرقش اینه که از اینجا در میاد، بعد این گوشه پایش این شکلیه، نگاه کن این اینجوری میره تو جا، یعنی این کشیدیم بیرون اینجوری مستقیم نکشینش، از این گوشه بکشینش این برای، نگاه کن اینجا خار داره. تمام. بچا دست برده ساله اینا رو هم بکشیم بیرون،
یعنی چطوری؟ اینطوری بازی کنیم باش، خیلی راحت میاد بیرون. بعد از پشت جداش کنیم، تمام شده رفت. مثل این پیشیش فقط باید بکشید، فقط باید زور بزنید، تمام شده. هیچ چیز دیگه نداره دوستان. همینا گیره. اینو باید بکشین. این یه چیزایی مثل چرخنده درست کردن، باید زور بزنین، بازی کنین بکشین، تمام شده رفت. خاره خیلی سفتی داره. اینجاش یکم به دستمون پیچید ولی چیز خاصی نداره، فقط یکم بازی کنین، فیشاش هم برین کلا هول بدین عقب در بیاد. برای اینکه اینجا رو در بیارین بچا اینو دو تا پیش داره، یکی اینجا این زیر، یکی هم اونجا اون قسمت سفیده رو میبینین. گام بعدی باید این بغلی رو در بیارین، پیش پشتش نهفته. چا انگشتتون رو میندازین این پشت، تمام. این خارپنری راحت میره عقب در میاد. اینم دو تا پیچ اینجا، یکی این. اینا رو باز کنیم داشبورد در میاد. در ضمن بچه‌ها اینا 13 میخوره. دوستان شاید بپرسین چرا این کارو کردم که بخوام پیچ باز کنم، چون اینجا وقتی جغجغه یا دسته بوکسی میذاریم میخوره به این لبه و گیر میکنه، باز نمیشه. پس کلاغی یا انبار قفلی رو گذاشتم روش و یه زور ریز بازش میکنی راحت. این لاگ مشکی ها باید باز شه، مال زیر پاست، اینا رو میگم. یکیش مال فنه، اون پیچش این باز میشه، اون طرف هم هست، اون قسمت باید باز شه. خب بچه‌ها نگاه کنید، دو تا پیچ اینجا داشت، یه خار سوسکی هم این وسط داره، تموم. این میکشیم، یه خار سوسکی هم این ته داشته که این افتاده دیگه نیست سرش. خب دوستان الان به قسمت نهایی رسیدیم که قرار داشبورد رو در بیاریم. نگاه کنید پیچا رو باز کردیم، اینجا یه درز افتاد، یعنی الان دیگه راحت در میاد. بچه‌ها یه پیچ کشف کردیم، این اون باید باز شه. اون لحظه برداشته شدن داشبورد. فقط یه چیزی بچه‌ها، حتما وقتی دارین میکشین آهسته و هر جا گیر کرد مکس کنین و نگاه کنین فیش و اینا بس نباشه. بذار ببینم اونجا ببینم چی شده. اینم از داشبوردمون. داشبورد ماشین رو وا کردیم ولی خیلی پاره شدیم بچه‌ها. پیشنهاد میکنم خودتون باز نکنید. نه باز. حالا چرا این ماشین رو ما خودمون باز کردیم؟ یک اینکه کانتنت بشه، دو اینکه شما ببینین و اگر روزی خواستین به دلایل مختلف یا مالی مادی یا خودتون خواستین تجربه کنین ببینید که چطوری هست. حالا چرا اینو ما باز کردیم؟ به خاطر این. نکشش دیگه. به خاطر این میبینید کلا سوخته، کامل سوخته. آره نگاه حتی زده بیرون همه چیزاش. اینا همون دوتایی بوده که اینا. حالا چرا این سوخته اصلا؟ بزنید جالبتون بگم. به خاطر این. حالا اینا فیوز داره پشتش، با این چراغ سقف بازی شد، یعنی روشن خاموش شد، اتصالی کرد، فیوزم سوخت منتها باز اتصالی کرد، باعث شد بزنه دست سیم اینجا رو تا اینجا و معلوم نیست به کجا رفته آب کنه. یعنی بچه‌ها اینجا نگاه کنید، اینو می‌بینید، اینجا رو بگیرم واسه اینو می‌بینید بچه‌ها. یا نحوه کار کردن به سمت پا و بالا، یعنی جلوی داشبورد، به سمت بالا شیشه. خب رانندگی تو ماشین بدون داشبورد. بله. سمند همیشگی، یار صمیمی قدیمی. مال کولر احمد جابر خوبه.